افسانه شاهزاده ووا. باره شاهی جوان زن و دربارش را تر گفته به جنگ دشمن رفت. پس از چند وقته شاهبانو دو پسری دوگانیک زاید. تمام مملکت از این شاد بود و چوپرها به سوی شاه اسب مانده می رفتند تا که این خبری فرح بخش را هرچی زودتر به او برسانند. بچه ها سالم و به قوت بودند و چون دو نهال چنار روز تا روز به بالا قد می کشیدند. آن پسرچه‌ای که یک چند دقیقه پیشتر به دنیا آمده بود نسبت به دودرکش چست و چالاکتر بود. برادران کلان می شدند اما این خصلت آنها باقی ماند. کلانیش در روی حولی دوادوی می کرد، از بالای دیوار و جویها جهیده می گذشت و به اسپکی که همسین او بود سوار شده آن را چارخیز می گیراند. خردیش اکثر وقت خود را در بالای گلیم‌های نرم و آغوش مادر می گذراند و از خانه بیرون نمی برآمد. دائما در اطراف مادرش پیلمیده می گشت. شاهبانو پسر کلانیش را چندان دوست نمی داشت اما خردیش به جان و دلش برابر بود. وقتی که شاه از جنگ برگشته زن و بچه هایش را به آغوش کشید دوگانیک ها 7 را پر کرده بودند. کدامش کلانی و کدامش خردی؟ پرسید شاه از زنش. شاهبانو گمان کرد که شوهرش ولی عهد را معین کرده نیست، بنابراین ارکچه خود را چون کلانی نشان داد. شاه هر دو پسرش را یک خیل دوست می داشت اما وقتی که آنها کلان شدند و پسری کلانیش ناگه فهمید که دادرش را ولی عهد تعیین کردنی‌اند، این با او چنان سخت رسید که خانه‌شان را ترک کردن خواست. شاهزاده به اسپک خود درد دل کرد. اسپکش با او با زبان آدمی جواب داد: مادامی که خانه‌تان و دلت زده است به تماشای جهان برو، لیکن به فاتحه پدرت یک قدم هم نماند. هیچ کس را همراه نگیر، به اسب دیگر سوار نشو و به من زین بزن، من تو را خوشبخت خواهم کرد. شاهزاده سخت حیران شد و اسپک را پرسکاو کردن گرفت. اسپک در جواب چنین گفت: من حق ندارم که دیگر به تو حرفی بگویم، همین قدر گفته می توانم که اگر تو به من گوش کنی برایت حامی و مصلحتگر خواهم شد. شاهزاده وعده داد که از گپی اسپکش بیرون نمی براید. وی به بارگاه رفته از پدرش فاتحه خواست. پدرش در اول فاتحه نداد و شاهزاده را از این عزم برگرداندن خواست، اما مادرش باشد برعکس زود به سفر او راضی شد. شاهزاده را به سفر تیار کردند، اسب و خدمتگاران را حاضر نمودند، اما او از همه این روی گردانده گفت: با من اینقدر همریکاب اسب و خدمتگار چی لازم؟ من اندک پول میگیرم و اسپک خود رو زین کرده یکه و تنها به سیر جهان میبرایم. و باز از پدری مهربانش خیلی التماس نمود و او در آخر به پسرش فاتحه داد. در آخر همه چیز تخت شد. اسپکش با زین و بند در نزد دروازه می ایستاد. شاهزاده با پدر و مادر و دادرش خیر و خوش کرد. همه زار زار می گریستند. حتی دلی مادری سنگدلش به شاهزاده می سوخت. او قطعاً تأکید نمود که بعد از 1 سال به خانه‌شان برگردد و یا از خود خبری بفرستد. دیری نگذشته شاهزاده از پایتخت خیلی دور شد. اسپکش باد بر این می پرید، چون که او نه اسپک عادی بلکه اسپک جادو شده بود. پشمش ابریشمی مانند، سمهایش آهنین و چست و چالاکیش آهو برین.
آنها خیلی وقت راه پیمودند. با وجود این شاهزاده نمیدانست که دوستی وفادارش او را به کجا میبرد. ناگه در پیش مناره‌های شهر زیبای نمایان شد. در اینجا اسپک از راه برآمد و کشتزاری را میانبور کرده به سوی شخی بلندی که در قریبی بیشچه زیبای قامت میافراخت تاختن گرفت. آنها به شخ نزدیک شدند. اسپک سومش را به شخ زد. در شخ غاری پیدا شد. شاهزاده با اسپکش به درون آن در آمدند. اکنون مرا به اینجا مانو، خودت به شهر به قصر شاه برو و خود را به گنگی بزن. گفت اسپک به شاهزاده: شاه تو را به خدمت میگیرد، هوشیار باش، گپ نزن. اگر من لازم شوم به اینجا بیا و به شخ 3 مشت بزن، دری غار گشاده می شود. شاهزاده سخنان اسپکش را قبول کرد. لباسش را گرفته به سوی قصر روان شد. شاه چون دید که جوان گنگ است به حالش رحم کرد و به خدمت گرفت. شاه دیری نگذشته باوری حاصل نمود که این جوان خیلی عهده برا، تیز چشم و مهنت دوست است. اهل دربار نیز دوستش داشتند و از بس که به همه سوالهایشان و گفته جواب میداد او را و مینامیدگی شدند. شاه 3 دختر داشت که یکی از دیگری زیبا و رعناتر بود. نام کلانیش زدوبینکا، میانگیش بودینکا و خردیش سلاوینا بود. دخترها تمام روز با و بازی کرده میگشتند. زبانش گنگ، چهرهش سیب سیاه و یک چشمش با لطه بستگی بود. بنابراین شاه از دخترهایش خاطر جمع بود. وی باوری داشت که چنین جوانی بدشکل به یگان دخترش محقول نخواهد شد. شاه دخترها و را دوست می داشتند و او را به همه جای همراهشان می بردند. وی برای آنها گل چنبر می بافت، گل دسته می ساخت، برای زردوزیشان نخ می تافت و برای گلدوزیشان نقش می کشید. برای خواهری خردیشان با رغبت بیشتری خدمت می کرد و خواهران کلانی این را دیده او را مسخره می کردند. سلاوینا دختری رحمدل و مشفق و مهربانی بود و از خواهرانش خفه نمی شد. باری و به بارگاه در آمده دید که شاه سخت زیق و خفه است و با ایما و اشاره پرسید که چرا ولو حضرت این قدر مایوس و غمگین است. شاه با او غمگینانه نظر افکنده پرسید: مگر تو پسرک مهربان نمیدانی که به ما چه خیل آفت تهدید میکند؟ و با علامت نه سر جنباند و شاه با او سبب غمگینیش را حکایت نمود. چند سال پیش به مملکت ما 3 اژدر پرواز کرده آمدند. یکی 9 سره، دیگری 18 سره و سومی 27 سره. و در پایتخت من قحطی سخت سر زد. آدمان از حیات خود ترسیده به هر جای پنهان می شدند. حتی یگان تو هم چارپا نماند، همش را اژدرهای لعنتی خوردند. من دیگر به این طاقت کرده نتوانسته امر نمودم که یگان جادوگری را یافته آرند تا که از وی چه خیل از این اژدرها خلاص شدن را فهمیده گیرم. جادوگر گفت که من باید وعده کنم که دخترهایم را به آنها بزنی می دهم. من چه خیل از این آفت خلاص شدن را نمیدانستم. بنابراین به چنین قربانی گوش ناشنیده راضی شدم. شهبانو از غم و غصه از عالم چشم پوشید. اژدرها غیب زدند و 3 سال باز از آنها نام و نشانی نبود.
دین بگاهی چوپان دویده آمده گفت که اژدرها باز در قریبی شهر مسکون شدند. من برای جان خلق خود را خلاص کردن باید فردا دختری کلانیم، پس فردا دختری میانم و بعد دختری خردیم را به آنها دهم. شاهی برگشته بخت به فیغان میگریست و مویش را میکند و به نزد شاه دخترها رفت. شاه دخترها در لباسی سیاه بودند و زار زار میگریستند و به آنها تسکین میداد، اما بیچاره ها به گپ او گوش نمی کردند و باز هم بیشتر اشک می ریختند. شهر را غم و اندوه و ترس و وهم پخش نمود و از قصر شاه برآمده راهی شهر را پیش گرفت. 3 بار شهر را کوفت. دری غار گشاده شد و او به درونش درآمد. یالی ابریشمی اسپکش را مالید، خالی سفیدی پیشانیش را بوسید و بعد گفت: اسپک عزیز من، به نزدت برای مصلحت و یاری آمدم. میدانم، گفت در جواب اسپک، من تو را محض برای به شاه دخترها یاری دادن به اینجا آوردم. فردا صبح دم من به تو چه کار کردنت را خواهم گفت. و شاد و ممنون به قصر شاه برگشت. وی تمام روز را با شاه دخترهای برگشته بخت گذرانید و کوشش نمود که غم و اندوه را از دل آنها دور کند، اما میسرش نشد. و صبح دم به نزد شاه حاضر شد. اسپک به او سلام داده گفت: از تگ آخوری من تا بسنگ را یک طرفه کن و چیزی در آنجا بوده را بگیر. و این عمل را اجرا نمود و از چقوری تگی سنگ صندوقی کلانی را برآورد. اسپک امر نمود که صندوق را گشاید و از صندوق 3 دست لباس جنگی، 1 شمشیر و افضال اسب را برآورد. رنگی یک لباسش سرخ بود و با رشته سیمین و الماس پاره ها گلدوزی کردگی. همراه آن تاسکلاهی سفیدی که آن توغی سرخ داشت. لباس دوم سفید و زردوزی و موافق آن تاسکلاهی زیره از طلای خالص. توغ این تاسکلاه سفید، رنگ لباس سیوم کبود و با نقره و الماس و دردانه ها گلدوزی کرده شده. غلاف شمشیر با سنگ های قیمت بها آرا داده شدگی. همه این از آن تو. حالا لباس سرخ را پوش. و لباسش را به بر کرد و شمشیر را به میانش بست. به اسپکش زین و لجام قیمت بها را زده سوار شد. از هیچ کس نترس، گفت اسپک، و از من نفرا. اژدر را با شمشیر زدن گیر، از شمشیرت دل پر باش. و اسپک به سوی شهر چرخیز گرفت. در قصر وقتی خیر خوش فرا رسیده بود و ازدحام مردم بیچاره زدابنه را از شهر به مکان اژدر گسیل می کردند. شاه دختر در قریبی آن جای دهشت آور از اسب فرامد و مقام اژدر را دید و بیهوش شده به زمین افتاد. در این وقت همه دیدند که اسپک چرخیزگیران می آید و در بالای آن پهلوانی که تاسکلاهش توغی سرخ و سفید دارد. پهلوان به مردم فرمان داد که قفاتر روند و میدان را خالی کنند. شاه دختر را نیز همراه خود بگیرند. شما چه خیل خرسند شدن مردم را تصور هم کرده نمی توانید. شاه دختر میدان را ترک کردن نخواست. وی با چی انجام یافتن کار را با چشمان خود دیدنی بود. شهر گلدراز زنان به 2 تقسیم شد و از درون آن اژدری 9 سره برآمد.
то ки шоҳдухтарҳоро ҳамроҳи худ бубарад. аммо паҳлавон шамшерашро аз ғилоф бароварда бо як зарба 3 сари онро аз танаш ҷудо карда партофт. аждар печутоб мехӯрд ва ба 4 тараф аздаҳонаш оташу туфи заҳролуд мепошид. аммо шоҳзодаи паҳлавон бепарво шамшер мезад. вай то даме ки ҳамаи 9 сари аждарро аз тан ҷудо сохт, ҷасурона набард кард. дар охир аждар аз пой дарафтод ва шоҳзода ба аспчааш як махмез заду зуд аз назари мардум ки аз набарди ӯ бо аждар маҳвумот шуда буданд ғоиб шуд ва здобина бо тамоми муқаррабонаш ба сӯи қасри падараш аст монд. вақте ки падару хоҳаронаш бидиданд ки ӯ сиҳату саломат аст, чунон хурсанд шуданд ки аз тасвири он қалам оҷиз аст. дери нагузашта вава ҳам давида омад ва бо имову ишора фаҳмонд ки ғам махӯред, ҳамааш мегузарад ва ҳамааш ба хубӣ анҷом меёбад. шоҳдухтарҳо андаке шод шуданд. рӯзи дигар будинкаро ба шахи аждаҳо бурданд. ҳамин ки ба шаҳр наздик шуданд, диданд ки паҳлавоне ки тоскулоҳаш туғи сафед дорад асп монда меояд. вай бо аждари 18 сара ба ҷанг даромад ва дар як дам ҳамаи 18 сари онро аз танаш ҷудо карда боз ғайб зад. шоҳдухтар ба қасри падараш баргашт. ҳама афсӯс мехӯрданд ки ба он паҳлавони бебок изҳори миннатдорӣ карда наметавонанд. ба фикрам хоҳарони азиз, гуфт Славена, шумо аз паҳлавон нағзакак илтимос накардаед. ман ҳатман худро ба зону партофта чунон илтимосу тавалло хоҳам кард ки ҳатман ҳамроҳи ман хоҳад омад. ту чаро механдӣ? пурсид здобина табассуми ваваро дида. аммо вава фақат ҷастухез мекард ва бо ин гуфтан мехост ки ӯ аз вохӯрӣ бо паҳлавон хеле мамнун аст. беақлак, вай ҳоло дар инҷо нест? оҳ кашида гуфт здобина. дар рӯзи саввум Славенаро ба назди аждар бурданд. худи шоҳ ҳам ҳамроҳи ӯ равон шуд. дили шоҳдухтари бечора аз тарс меларзид. аммо ногоҳ нидои шодӣ издиҳоми мардум баланд шуд. паҳлавон меояд! паҳлавон! паҳлавони шуҷоъ аждари саввумро низ мағлуб кард. ин ҷанги шадиде буд. паҳлавону аспаш чунон монда шуданд ки ба зур ба пой меистоданд. шоҳу духтараш давида ба назди паҳлавон омаданд ва бо илтимосу тавалло хоҳиш карданд ки ӯ ба қасрашон қадам ранҷа кунад. Славена ба пеши паҳлавон ба зону афтода ва аз доманаш гирифта чунон бо тазаррӯъ ва чунон бо исрор илтимос менамуд ки дили шоҳзода об шуд. аммо аспакаш инро фаҳмида чорхез гирифт ва онҳо дар як лаҳза аз чашми мардум ғайб заданд. шодиву хурсандии шоҳ ва духтарҳояш дер напоид. шоҳи ҳамсоя ба шоҳи мо ҷанг эълон намуд. шоҳи мо тарсид, чунки шоҳи ҳамсоя аз ӯ зуртар буд. чопарҳои шоҳ барои амирон ва ашрафзодагонро ба боргоҳ даъват кардан ба 4 сӯй асп монда рафтанд. шоҳ ба онҳо аз фалокате ки ба сараш омадааст нақл намуда ёрӣ пурсид ва ваъда дод ки ба ивази хизматашон духтарҳояшро ба онҳо ба занӣ хоҳад дод. ки ба чунин пешниҳод немегӯяд? амирону ашрафзодагон ваъда доданд ки аскарони худро ба ёрии шоҳ хоҳанд фиристод. ба ҷанг тайёрӣ медиданд. шоҳ изҳор намуд ки ин дафъа худаш қушунҳояшро ба ҷанг хоҳад бурд. шоҳ
پیش از لشکرکشی ضیافتی کلان داد. بعد با دخترهایش خیر خوش نموده به و امر نمود که به خواجگیش نغزکک نظاره کند. شاه در زیر صدای شیپورها قشون خود را به جنگ برد. شاه چندین روز با دشمن می جنگید. شماره سربازان او تا رفت کمتر و قشونهایش ضعیفتر می شدند. اکنون آنها به مغلوب کردن دشمن قادر نبودند. وقت و جای جنگ آخرین و حل کننده را تعیین نمودند. شاه تمام شب میژه ته کرده نتوانست. همین که صبح دمید یک چند چاپر را با فرمان و وصیت‌نامه خود به نزد دخترهایش فرستاد. شاه در آنها نوشته بود که اگر در جنگ هلاک شوم فلان خیل و فلان خیل عمل کنید. قشونهای شاه صف کشیدند. شیپورها به صدا در آمدند. جرنگاسی شمشیرزنی و هشتکشی تیرهای کمان بلند شد. ناگه جوانی که در تن لباسی سفید و در سر تاسکلاهی طلایی توغ سفید داشت، شمشیر زنان قلب لشکر دشمن را سوراخ نمود. وی به اسپکی بادپای سوار بود. در دست شمشیری درازی آبگون داشت و به ایست به چپ و راست شمشیر میزد. سربازان شاه ما این شجاعت را دیده به جوش آمدند و با پهلوان دوش به دوش ایستاده به دشمن حمله آوردند. لشکر دشمن به این حمله متفقانه تاب آورده نتوانسته، چون پاده بی چوپان به چهار طرف پاش خورد. پهلوانی جامه سفید از پایش زخم خورد. خون به لباسش میریخت. شاه این را دیده جسته از اسبش فرآمد و بارانیش را درانده با آن زخمش را ببست. شاه از پهلوان التماس نمود که لطفاً به چادرش مرحمت نماید، ولی بهادوری سفید جامه تشکر گفت و به اسبش محمل زده از نظر غایب شد. شاه از این قریب بود که هنگاه زنان گریه کند، چون که بهادوری نجیب بار چهارم از تکلیف او روی میگرداند. شاه با غلبه به پایتخت برگشت. مردم او را با شادی و تنتنه استقبال نمودند. شاه ضیافتی کلان آراست. خوب بودی خواجگی، مراجعت نمود شاه به و تا دمی که من می جنگیدم تو چه خیل خواجگی مرا اداره می کردی. و با علامتی خوب خاموش سر جنباند. شاه دخترها قهقه کردند. وصلوی نگفت من به شما پدری بزرگوار از مدیرتون شکایت خواهم کرد، چون که وی در نبودن شما به گپی ما گوش نمی کرد. اندک بیتاب شد. طبیب دربار به او دارو دادنی شدنی بود، اما دارو را قبول نکرده به جستجوی ریشه گیاه به کوه رفت و تنها بعد 2 روز با پای مجروح و با احوال از پیشتر هم بدتر برگشت. شاه به و نظر افکند. و تبسم کنان روی یک پای رقصیدن گرفت. با این نشان دادن میخواست که وی دیگر کسل نیست. شاه دخترها چون شنیدند که پهلوان آنها را از اژدها خلاص کردگی در جنگ هم به پدرشان کمک رسانیده است، به امیران رسیدن نخواستند، زیرا گمان میکردند که او یگان نفرشان را خواستگاری خواهد کرد. شاه درباره آن فکر میکرد که دخترهایش را به کدام امیر و اشرف زاده بدهد. آخر همه آنها به او یاری رساندند و جان در کف نهاده دلیرانه جنگیدند. خیلی فکر کرد و در آخر شاه علاجش را یافت. وی به نزد امیران و اشرف زادگان آمده گفت دوستان عزیز، من به شمایان دخترهایم را وعده کرده بودم. همه شما به من با صداقت خدمت کردید و من هم
عادلانه عمل کرده هیچ کدام شما را نمیرنجانم. همه‌تان صف کشید. شاه و دخترها از ایوان بالاخانه یکتاگی سیب طلایی میپرتایند. سیب طلایی به نزد کسی افتد همان داماد من خواهد شد. شما به این قرارداد من راضی هستید؟ همه متفقانه جواب دادند بله ما راضی. شاه دخترها لباسهای قیمت بها در بر کردند و به دست یکتاگی سیب طلایی گرفته به پیشایوان بالاخانه برآمدند. در پایان امیران و اشرفزادگان صف کشیده بودند و هم در قطار داوطلبان نیز جای گرفته بود. اول زدوبینا سیبش را پرتافت. سیبش غیلیده به پیش پای گونگ آمد، اما او زود خود را به کنار گرفت و سیب طلایی در پیش پای امیرزاده خوبروی و خوشقد و قامت قرار گرفت. امیرزاده سیب را گرفته با محبتی سرشار به بالاخانه نظر افکند. سپس بود که سیب خود را پرتافت. باز سیب طلایی غیلید و به نزد پای و آمد، اما او جهیده خود را باز به کنار گرفت و اشرفزاده جوانک آن را برداشته به پیشایوان با محبت چشم دوخت. اکنون نوبتی سلاوینا رسید و این دفعه خود را به کنار نگرفت و سیب طلایی را برداشته دویده به بالاخانه برآمد و به نزد شاه دختر سلاوینا به زانو افتاده دستش را بوسید. شاه دختر دستش را کشیده گرفته و هنگاس زنان گریه کرده دویده به خانه خواب رفت. ازدواج با مرد گنگ مگر خرسندی دارد؟ شاه خفه و امیرزادگان ناراضی بودند، اما چی علاج؟ قول مرد یکتاست. در بارگاه شاه اول ضیافتی عالی جناب ساختند و بعد برای پهلوانان مسابقه. سلاوینا در سر ضیافت سخت خفه و مایوس بود و حرفی نمی گفت. نامزد او و از سلاوینا خفه شده به کجای گریخته بود. دلی همه به بیچاره سلاوینا می سوخت. برای اندک غم و اندوه را از دلش دور کردن از او التماس کردند که به پهلوان غالب سپردن مکافات را به ذمه بگیرد. سلاوینا راضی شد. تماشابین ها به جایهای خود نشستند. انا پهلوان های سواره به زورآزمایی شروع کردند. ناگه جارچی اعلان نمود که پهلوانی که به اسپک سفید سوار است خواهش میکند که برای در مسابقه شرکت کردن با او اجازت بدهند. در این وقت به میدان پهلوانی برآمد که در تن لباسی کبوت سیمدوزی و در سر تاسکلاهی نقرگی داشت. توغی تاسکلاهش کبوت و سفید بود. شاه رومالچه‌اش را افشاند، یعنی اجازت داد. شاه دخترها نجات بخش خود را دیده قریب که فریاد بزنند. پهلوان به چهار سوی تعظیم کرده به نبرد با امیرزادگان شروع نمود و همه آنها را مغلوب کرد. سلاوینا بند طلایی در دست از بالاخانه به نزد او فرامد. پهلوان به زانو ایستاد و سلاوینا بند طلایی را به گردن او آویخت. دستانش می لرزیدند و رخسارش می سوخت. یا آفتاب نهایت گرم بود یا نگاه پهلوان. ناگه این سخنان پهلوان به گوشش رسید. عروسی عزیز من به قریبی همسری من خواهی شد. دستکی سلاوینا را بوسید و به اسپکش خیز زده سوار شد و در یک میژه زدن از نظرها غایب گشت. ضیافت دوام می کرد. تنها سلاوینا در خانه خود می نشست و به نزد مهمانان برآمدن نمی خواست و در نزد شخ از اسپکش جستفر آمد و از پیشانیش بوسید. اسپکش ابدی غیب زد.
славенаи ғамгину маъюс ба фикр фурӯ рафта менишаст. дар ногаҳ кушода шуд ва канизаки арз намуд ки вава шоҳдухтарро дидан мехоҳад. славена дар ҷавоб ҳарфе нагуфт ва боз ҳам сарашро бештар хам намуд. дар ин вақт касе аз дасташ гирифт ва чашм боло карда дид ки дар наздаш паҳлавони наҷотбахш истодааст. ту аз номзади худ хафа ҳастӣ ва аз ӯ гурехта мегардӣ? пурсид ӯ. номзади ман гунги вава, ашкрезон ҷавоб дод шоҳдухтар. манам вава, номзади ту. аз ман хафа нашав. пештар худро ошкор карда наметавонистам. славена ҳайрон шуд. ӯ хафа нашуд. бале, сабабашро бояд худатон ҳам пай бурда бошед. дари зиёфатгоҳ кушода шуд ва славена бо баҳодур вава, ки дар тан либоси сафед ва дар сар тоскулоҳи тиллоӣ дошт, ба назди меҳмонон қадам гузоштанд. падараш хурсанд ва меҳмонон ҳайрон шуданд. хоҳаронаш ба ӯ каҷ-каҷ нигоҳ мекарданд. вава баъд аз тӯй бо славенаи нозанин ба аёдати падару модараш равон шуд. ба шаҳр наздик шуда диданд ки дар ҳама ҷой матои сиёҳ кашидаанд. вава аз мардуми шаҳр пурсид ки ин чӣ гап аст. мардум ҷавоб доданд ки шоҳзода яъне додари ӯ вафот кардааст. вава ба боргоҳ бишитофт то ин ки ба падару модараш таскине бидиҳад. падару модараш гумон мекарданд ки ин писарашон ҳам кайҳо аз олам чашм пӯшидааст, чунки аз ӯ кайҳо боз хату хабаре набуд. боз дар қасри шоҳ шодиву хурсандӣ ҳукмрон шуд. ба ҷои матои сиёҳ матои сурх кашиданд. вава дар мулки меросии худ шоҳ шуд ва бо занаш хушу хурсандона зиндагӣ мекард. онҳо то даме ки намурданд зинда буданд. онҳо он ҷо монданд ва мо омадем. ба шумо низ шунавандаи азиз хонаободиву сарбаландиро таманно менамоем. агар афсона писандатон шуда бошад, хоҳишмандам ки аломати бисёр хубро пахш намоед ва албатта ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. шоду фирӯз бошед.